سلام، خوش اومدید به یه پارت دیگه بازی لست آف آس پارت 2. لایک، ساب، کامنت یادتون نره و اینکه بریم که گیما شروع کنیم. تو پارت قبلی دیدیم که ما این شخصیت شدیم، این آقاه در بدن زن، بعد که ایشون زد تو پارت قبلی الیا گیر آورد، هتلمون رو پیدا کرد، زد جسی بنده خدا اون مرد چینی ها کشت، خدا رحمتش کنه. ما نفهمیدیم، خودش هم نگفت ملیتش کجایی بوده، حالا چینی بود، کره‌ای بود، ژاپنی بود، معلوم نیست. بالاخره یک کشور آسیای شرقی بود. بعد این زد بیناموس ابی اونو کشت. بعدم ما رفتیم تو این کاراکتر دیگه معلوم نشد چی شد. حالا اصلاش هم نشونه گرفته بود به الی. بعد تامی هم زمینگیر کرده بود آبجیمون. و اینکه یه داستانایی پیش اومد ما سر از اینجا در آوردیم. معلوم شد که چرا این از جول کینم گرفته بود. سر چیز بود، سر پدرش بود. اون دکتره بود که تو پارت آخر رسته یک، یعنی تو آخرین مرحله رسته یک میومد جلومونو میگرفت، نمیذاش الیا با خودمون ببریم، بعد کشتیمش. اون بابای ایشون بود. بعد داستان این قراره دیگه، ایشون به خاطر باباش انتقام گرفت. حالا ببینیم که داستان چجوری قراره پیش بره. خیلی عجیبه که یه کاراکتری رو کنترل میکنیم که از اول گیم باهاش دشمنی داشتیم. واقعا عجیبه. فکر کن الان ایشون جوئل رو کشته، تامی رو جوئل رو کشته، جسی رو کشته. بعد الان من دارم کنترلش میکنم. بعد منی که از اول گیم دنبال این بودم که ایشون رو گیر بیارم، ترتیبش رو بدم این سگ بکشمش. الان دارم کنترلش میکنم. این بانوی عضلانی رو این بالا من برم. خیلی عجیبه، یه دفعه از اوج داستان ما رو کشید پایین. خب یعنی اونجایی که ابی با الی روبرو شد، بعد زد جسی رو کشت اونور. خب اینجا یه اتاق قفل شده داریم. بعد از اونور تامی رو زمینگیر کرد با اون اباحتش. تامی بعد الان ما اینشونو داریم کنترل میکنیم. خیلی نکته عجیبیه واقعا. من یه طوری باید برم اون بالا. چجوری باید برم اون بالا؟ See a way out of here? What about this? خب اون که منم دیدم عزیزم. میخوام برم این بالا. خب یه طوری باید برم روی این کشتیه، یه طوری باید برم بالا. اینور راهی نیست که ما اینجا بریم بالا. نه این صدای تیر و اینا، حالا نمیدونم صداش میاد تو گیم یا نه، یعنی تو ضبط، ولی خب صدای تیر اسکاراست. حالا ما قبل اینکه اینجا بیایم یه درگیری داشتیم با گروه. و اینکه
من میخوام برم اون بالا. چجوری باید برم؟ نکته اینه باید یه راهی باشه دیگه قاعدتا. این شبیه جنازه است، انگار یه جنازه پیچیدن. اینجا هم که خبری نیست. باورم نمیشه. چیزی نیست ما هول بدیم بریم بالا. عجیبه کار عجیبه، واقعا عجیبه. بیشرف رای نمیبینی ما بریم بالا؟ قلاب نمیگیری؟ اینجا ما بریم بالا آیتم ورداریم. حیفست دادا حیفست. آیتم استا این نمیتونم برم بالا. منطقی نیست، اصلا منطقی نیست. باید یه راهی باشه ما بریم بالا. Okay. چه زور زیادی داره آبجی. شما خیلی باگی. I'll brace it with something. Sorry. You two okay? Yeah. Crank broke. What now? Abby, look. A hatch. Manny, just hang tight. We're gonna find a way up to the roof. Okay. خب یه چی نشونم داد. این نردبون من اون بالا دیدم. Glad you hitched a ride with us. Right. Remind me to thank Manny for that one. I am glad I'm here with you guys. I hate to hear you got in trouble and I couldn't help. Hey, why have you been avoiding me? I wasn't avoiding you. Come on, you've barely said anything to me since Jackson. I don't know. I guess I was shook by Jackson, too. You don't think Joel deserved what he got? I think he deserved worse. I just خیلی بدم میاد داره از جوئل حرف میزنه و افتخار میکنه به کاری که کرده. I'm not saying that. Let's see if there's a way to the hatch. All right. Hey Mel, let me boost you up here. See if there's something in that room. خب برو بالا آبجی. Okay. Here we go. Got it. واقعا ناراحتم. Anything? One sec. What are you doing? Getting us out of here? Okay, just go slow. او رفت اون ور. One advantage of being pregnant. Low center of gravity. I'll take your word for it. این واسهش بد نیست اینطوری بپر میکنه بالا میره این ارتفاع میپره. الان بچهش نمیافته. بکنم رفت در این بالا رو باز کنه. میدونی یه سری چیزایی دارم میبینم که یه مقدار منطقه گیم واسم زیر سوال میره. بچه سالمه آبجی؟ شاید مثلا بچهش هنوز اونقدر چیز نشده. Let's see. یه نردبونی من این ور دیدم. مثلا هنوز اونقدر خطرناک نیست. آره آبجی خودش هم دکتره دیگه. اول من میرم. Smart. آه This is useful. این چیه؟ جنگ های چریکی. عملیات مخفی واسه هم باز کرد. اینم خوبه اینم میریم. There's a catwalk leading to the hatch. But how do we get the catwalk?
چیه؟ نیافتی پایین. باید بردار دیگه تنابو. باید یه طوری از این استفاده کنم. درسته؟ نه این نبود راهش، ولی یه همچین راهی باید باش. بذار ببینم. Okay, that's promising. این کوتاه نیست. این الان منطقیه. این من برم پایین دیگه تناوب نمیشه استفاده کرد. الان باید گوه خاصی بخورم. فهمیدم. فکر کنم فهمیدم. Nice. Good thinking. Yeah, we'll see. ابی راستی از ارتفاع میترسم، مثل این که من اینطوری حس کردم. یه مقدار بنده خدا از ارتفاع ترس دارم. اصلا ببین تن و بدنش داره میلرزه. صداش میلرزه. Especially when I look down. There they are. Manny, be right down. Okay. Look, Fob, sweet باید Fob. بریم تو اون ساختمانی که یه پرچم گرگم But we روش cut through that آویزونه. rail yard. You want to get off the roof first? Please. Kind of hard to imagine you being afraid of anything. I'm not as fearless as you think. Oh, please. Like, I could never do the surgery stuff you do. اصلا Be too freaked out ببین about fucking it up. برگاه. You think I don't feel the same way? Oh, میبینی For what it's worth, دوربین یه Dad دقیقه always دیدی said you were دوربین his best چجوری student. شد. He did? Well, he always said he was an idiot. Come on. Alice. Good girl. About time you two caught up. been quiet out here? Yeah. I don't like it. آه We're almost to the fob. راهمون از کدوم When we get بره؟ back home, I'm gonna find a couch, watch a movie, and drink until I pass out. میسازیم یه دونه اینا. Oh yeah? Which drink? Which movie? Strong questions. Movie's the one with... ¿Cómo se llama? The girl who rides the wolf. Oh, I love that one. And دختری که سوار گرد میشه. my mezcal from the party last week. Excuse me? You mean our mezcal? See. I'll save some for you. Oh, I could definitely go for a drink right now. If I wasn't so pregnant. And on the run. الکل واسه ضرر داره ولی خب دویدن ضرر نداره. یعنی بالا پایین پریدن از ارتفاع. این خیال نامه ها. Okay, interesting. چرا اینجا همه چی قفله؟ چرا اینجا Anything good? مردی که چرا اینجا همه might چی be a gun قفله؟ مردی cache که around here. مکزیکی. I like the sound of that. بذار ببینم اینور چیزی نیست. بریم دیگه بریم. ظاهرا راهمون همونجاست. یکم عجیبه دوباره دارم همه کارهای ارتقا و مرتقا اینا رو از اول انجام میدم. گاف صندوق. اولالا. یه کد 6 رقمی هم میخواد. یه نامه پیدا کردم. ربطی به این نامه داره آیا؟ سوالی که الان مطرح میشه. ولش کن، تبر من بهتره.
پینوشت هنوز از برد بزرگ به عنوان رمز استفاده میکنه. برد بزرگ؟ برد بزرگ. برد بزرگ؟ یعنی جایی نوشته. آقا چرا انقدر کار سخت میکنید؟ خب آی زنی که از راجع به برد بزرگ چیزی میدونی؟ تو اینجا نوشته یا نه؟ راجع به برد بزرگشون یه رمزیه. الان من باید تو اصلا یه چی بدونم. اینه 08 15 20 08 15 20 میزنیم ببینیم اینه یا نه. 08 15 20 08 15 20 08 15 20 08 15. امیدوارم این باشه. Nope. 08 وای 15 12 20 15 08. این وری هم من بزنم. 12 15 08. یا خدا دوباره یه معمای دیگه. کار سخت شد حاجی. کسیتون اطلاعاتی ندارید؟ یه کمکی کنید، یاری کنید. محض رضای خدا. ما زدیم دیگه همه اینا رو، کار نکرد. اینه برگام 17 38 07 17 38 07. تکرار کنید. 17 38 07 17 38 07. الله اکبر. الله اکبر. Here we go. او گان جدید. I like all of this. واقعا این گاو صندوق جا میذاشتم ناراحت میشدم ها. اسم میکنم این گانه که داد حکم همون گانی بود که تو لسه یک گرفته بودیم، بعد یه دوربین روش بود. حکم همونه داره. خب بریم پایین. Guys, down this way. Okay, we'll follow the tracks. That'll get us back on the main road to the fob. من دارم آدم میبینم. Shh. Quiet. Here comes more of them. خب اسکارا خیلی گروه وحشی هن حاجی. واقعا سمترین گروهی هن که من دیدم. بابا برو اون ور خدای من. تو دست پام. خب میتونم مخفیانه بکشمشون یا نه؟
دوتایی هم با هم چیز میکنه. Quiet. Damn it! Everyone die! اصلا واسه مهم نبود. هستن بازم. این یه تبری داشت، ما این رو برداریم. من این زیر این نمیتونم برم، نه؟ بیشرف. اوه زیادن حاجی، هنوز هستن به تعداد زیاد. You better run! ببین همه تیرام خورد به چیز، دیدید؟ برگام. اوه چه بد مرد. یه ما کمک نکنی مکسیکی عوضی. Shit. مرده؟ تموم شد. I don't see any more. We need to move. On me. Let's go. خب بریم آجی، اینجا آیتم بود تو این واگن ها، من اینا هم بگردم. جنگی بود، فایتی بود. او یه تبر. برگام یه آهنگ ریزی وسط این آهنگ جنگیه میزنه، بعد این آهنگ شبیه یه دونه از آهنگایی بود که توی یه مرحله لست یک میزد. اونجایی بود که جوئل از یه ارتفاعی میفته پایین، یه میله میره تو بدنش. دقیقا این آهنگا اونجا داشت میزد. بعد وسط مثلا این آهنگای جنگی یا کلن یه ریز این آهنگ پخش میشه، نمیدونم صداش میاد یا نه. جالبه، جالب است دادا. بریم بچه. این خیلی بد مرد، ناراحت شدم واسش. اینجا باید بریم. اونور آیتم نیست. نه میریم. بیاید بچه بیاید ببینم. Guys, up here. اینجا میریم. Come on, girl. من
صدا خفه کن رو بسازم. چیز خوبیه صدا خفه کن، به کارمون میاد. این گانه هم خیلی گانه خوبیه، یعنی هستن این پشت باز. علی Through here. ترسناک سور عبی زیاده آجی. Damn it. Troy! Damn it. الان فرس. There's too many of them. برگام Out of ammo. چرا انقدر زیاده؟ بیناموس. Oh, guys. بیناموس. بکشیدشون. Come on, let's go before more of those freaks show up. فایتی بود آجه. بذار من زودتر این وسایل بریم باشه اومد. من تیر ندارم نریم یه جا دیگه گیر بیفتیم. Man, you okay? I'll survive this. Got you. Hey, let me see your hand. بچه تو سالمه زنی که اینطوری اومدی با ما؟ We're in. کمک حقیب رسیدا. فقط این دستمستا که همینطوری کشیده شد. برگام این تیکای بدن We're almost there. میل دکتر بود راستی. Open the gates. Let him through. درود بر شما. What? Look back. Squeeze this as hard as you can, okay? چی شده؟ تیر خورده؟ نه تیر نخورده، خراشه هرچی هست. I didn't even feel it. Hey, we got two. اینجا چقدر آشناست، بیمارستانه نیست؟ همون جایی که با ایلی اومدیم ترتیب آدماشو دادیم. خیلی عجیبه، یعنی Hey. You did all right back there. It was almost a compliment. Go get help. میگیرید چی میگم؟ Come on, it's this way. حالا من کاری به کاراکتر ابی ندارم ولی یه طوریه که انگار That was a lot of blood, right? She shouldn't be تو out. این گیم هیچ کاراکتری نه خوبه نه بده. میگیری چی میگم؟ یه همچین حسی دارم من میگیرم از گیم. شاید مثلا میخواد اینو بگه که مثلا مردی که با ایلی میزنی آدما رو میکشه، این آدمای بدی نیستن. Come on, girl. این هم یه سری آدمن با داستانای خودشون. Come on, Alice. حالا نمیدونم شاید من دیگه زیادی دارم داستان رو دست بالا میگیرم. البته خب دست داستانش He's no خفنه، regrets. I don't trust him. ولی به نظر من تا اینجا داستان لست یک خیلی خفن‌تر بوده. نه مثل اینکه اینجا بیمارستان نیست. What do you mean? We've been stationed here for 3 days with nothing coming down the pipe. Then you should be thanking us for getting some action. Come on, you owe us one. Can you find out what's up? Okay. Well, let us check in first. We'll get back to you. All right, thanks, man. See you, Abby. See ya. What the hell was that about? No idea. یه جایی هم ما با ایلی بودیم، یعنی تو بیمارستان نورا بود، کاراکتر نورا بود که زدیم کشتیمش.
راجع به این صحبت میکردن که ابی افتاده زندان و فرار کرده. What you got for us? حالا نمیدونم یعنی ولفا با ابی مثلا No به assignment. مشکل Just says میخورن. report to Isaac. Both of us? Yeah. این آیزاک هم رهبرشونه، اسمش been زیاد busy اومده، here. خودشو ندیدیم Something's ولی going down. We better find Isaac. مثل این قرار ببینیمش. چقدر سگ پرورش سگ را انداختن دوستان. خب من برم. بریم دیگه. اوه اینجا میتونم وایسا ببینم یکم من مهمات بردارم. اینا واسه من بی شرف ها. برید اونور ببینم. کلی جنگ داشتم. Someone had to save your ass for once. Yeah, I mean, one time. واقعا واسه هیچ که سوال نیست ابی چرا یه همچه هیکلی داره. شن خوب که میگن ایشون ها دومل ها اوقی. خب کلتمون سعی میکنیم اول منور بدیم حالا تا بقیه گانامون. خب 40 تا میخواد بریم. Hey, Abby. Some nice work you put in there. Thanks. You seen Isaac anywhere? Nah. With all this commotion, I'd be hiding too. Abby, come here a sec. جانم عزیزم. Yeah? Heard about your ambush. Where'd they hit you? متاسفانه آره دقیقا اونجا نزدیک بود درمون بذارن. Keep slipping past our lines. Hey, you know where Isaac is? He was here a few minutes ago. Okay, thanks. بذار من یه بازو بگیرم واسهتون. ابی یه بازو بگیر واسهشون. من این هیکل داشتم ها به قرآن لخت. ببین لخت همه جا میگشتم به مولا. بعد با هر کیم صحبت میکردم یه جست میگرفتم یه جست بازو این هادی چوپان هست یه همچین جستی میگرفتم. میره مسابقات المپیا یه همچین چیزی. این بنده خدا این گیم بازی کردنش آخر سر داستان شد واسش ها. الیا پشت خفتش کرد. Hey, Whitney. Oh, hey, Abby. What's up? You know what's going on around here? I wish. All I know is they're sending some of us to a hospital. It's a fire run. Real exciting. I know, right? That game good? Really hard. چه بازیه؟ Got some great teams too. من میگم بی خیال بازی. See you around. چه گیمیه؟ من میگم آبجی بی خیال به قرآن الی میاد خفتت میکنه میکشت تا. Babes. قیافش. خب آیزاکمون چه شکلیه؟ Looks pretty bad, huh, Doc? I've seen worse. Hold still. Yeah. All right. Hey, man. Feeling better? Pain meds are kicking in, so yeah. Hang in there. How's the hand? I'm gonna keep most of my fingers. Brother, you only need 3. Am I او right? انگشتاش قطع شده یارو مثل یکی دو تا انگشتاش قطع شده. این چرا داره گریه میکنه؟ Here. These will make it a little better. بریم؟ بیا این ور باید بریم. خب آیزاک اینجاست؟ What happened so fast? ای بابا آیزاک نمیخواید نشونمون بدید؟ Speak of the devil. Hey, guys. این سیاهه نورا این سیاهه بودا. Just a few more stitches and I'll be good as new. You guys need to convince this girl to relax. Hey, Mel. Relax. You got it. Hey, I need some muscle, so can you two give me a hand with something? Sure. Don't move. I'll just be here. آبجی پشت بازی همه نگاه به مولا پشت بازی دارم ها. Have you had a chance to relax? I'm حس shipping out میکنم to من the این West هیکل End. داشتم اصلا جنبشو نداشتم. Orders are to get everything. How's Mel? Really? Well, the baby's vitals were a little elevated, but I'm not worried.
Someone should get word to Owen. He'll want to be here for her. Yeah. I need to show you guys something. چیو؟ Follow me. Oh my god. چقدر Are جنازه؟ these all ours? Yeah. And more are coming in by the hour. اینا رو همه ما کشتیم؟ الی کشته Can't یا tell نه؟ now. All right? Nora, Just not yet. ولی خدایی من با الی خیلی بیشتر از این تعداد کشتم ها. Who's in that body bag? کیه توش؟ holy shit. It's Danny. دنی همون Where's بود Owen? که صورتش زخم بود؟ اولین کاراکتری که با الی کشتیم. یا اون چینیه بود؟ A few days back, there were some scar sightings out by the marina. Danny and Owen were sent on a sweep. And this morning, the guards found Danny collapsed by the perimeter fence. خب نه اصلا دنی ربطی He به walked داستان himself نداشت. back with a bullet in his stomach. Pinches escars, hijos de puta. خب کار اسکارا بود اصلا دنی یک Isaac کس talked دیگه with him است. until he passed, but as far as I can tell, there's no units going back that way. So what about Owen? Did you ask Isaac what happened? Yeah, I tried. But he gave me that fucking look and then he told me to keep quiet about it. Which means you can't say shit. اوون خیلی باز چیز اوون قوی زمین مهمه مثل این که I'm sure he's fine. Where is Isaac? I'll be discreet. Last I heard, he was in the apartments. مردیگه آپارتمان داره به عنوان رئیس نباید یه زندگی ساده داشته باشه. Let me know what you guys find out. Yeah. Why the hell hasn't Isaac sent out a search party for Owen? Maybe he hasn't, just didn't tell Nora. I fucking hope so. خب حالا چی؟ حالا چه گویی باید بخوری؟ تو این آپارتمانه ایشون؟ من برم بهش بگم باید شما یه زندگی ساده ای داشته باشید. We're looking for Isaac. He's inside. Go on in. شما چرا انقدر کثیفی؟ Thank you. یه آب به صورتت نمیزنی؟ Look who it is. What's up, fellas? Got time for a game? Can't. Here for Isaac. Whatever, big shot. Not my fault I'm so good at what I do. Mm-hmm. See you around. خب بریم که آیزاک رو ببینیم. ببینیم این آیزاک I don't miss this place. Fuck. Always hated the smell. اینجا آدم زندانشونه؟ After our morning, I wouldn't mind a few minutes with these guys. I hear that. فکر کنم اینجا اینجا دستشوییه. اینا اسکاران؟ Hey, Abby. We need to go up. Isaac's in there. کجاست؟ Do you know if he'll be long? Said to get him when you two arrive. Come on. یالا آیزاک Sir. داره شکنجه میکنه؟ آقای آیزاک او طرف رو لخ کرده. او این کاکاسیا آیزاکه. Yes, sir. یاد چیز افتادم گوست فیلینگ تو بریکینگ بد. I heard you two ran into some trouble.
No losses on our side. Just some minor injuries. Can't say the same for them. Wish I was hearing more of that. Never seen the base this packed. And give it another day. Still waiting on some units. What's going on, boss? These small skirmishes. Can't keep going like this. Then... what? We could try another truce. But how long before some asshole on their side or our side unravels the whole thing? ها مثل اینکه حسابی مشکل دارن با این اسکارا. It has to be all of them. Sir, we try attacking their island. Not like this. Not with everyone. There's a big storm a few days out. We're gonna use it to mask our approach. از کجا میدونی؟ You two are gonna lead the first wave. اوه قراره یه حمله رو رهبری Pick your کنی؟ squads. چه خفن. Start prepping. فقط از کجا میدونی 2 روز Oh, دیگه Owen. هوا طوفانیه؟ When are he and Danny getting back? Who talked, Nora? No secrets between the Salt Lake crew, huh? Is Owen okay? As far as I know. Then why didn't you send a search party after him? He shot Danny. Apparently to protect some scar. It's bullshit. Excuse me? That's not Owen. You got it wrong. You're saying Danny used his last breath to lie to me? Sir, people hear that story. Owen's dead. اوه اوون مثل اینکه They'll gun him down for sport. Then I suggest you all stop gossiping about it. Let me go after him. I'll walk him back in. We'll get to the bottom. No. You said yourself the storm's a few No. days. We've only got one shot at this. And this is bigger than any of us. Definitely bigger than Owen. حالا آدم قطع نیست که یه نفر دیگه به جا من بذار. مثل که اوون به دنی شلیک کرده برای مراقبت از یه اسکار. I'll give him the benefit of the doubt. And we'll get to the bottom of it. I need you, Abby. Yeah? Yeah. حاجی بد کویرم تشنمه. آبی هم موجود نیست متاسفانه. Look over the plans. گرمم Go through your حساس. roster. Grab some food. We'll talk later. No way Owen killed Danny over some scar, right? What? No. Abby, don't. I'll be back by morning. You just gotta cover me خب till then. قرار بریم. Isaac will kick your ass. Not before the assault. You heard him, he needs me. If Owen's out there, how the hell are you going to find him? I know where he'll go. او اونجا همون جایی بود که با الی رفتیم کار اوون بدبخت رو تموم کردیم 3 سال قبل. حالا واجبه ما خاطرات ابی رو ببینیم. نکن مردی که اولاغ جلف بیافته پایین. جفتمون مردیم ما. Why don't you come on over and enjoy this view with me then? It's great. It's the best. Oh. Come on. We made it all the way up here just so you could wimp out on the last 2 steps? Yeah. Yes, deal was to get up here, so. All right, here's what's going to happen. You're going to get your ass over here, sit on the edge, راستی ابی از or you ارتفاع can go down here میترسه. on the kid seat.
and look at this view with me. We can't miss training. Really? Not even just for one night. No. Can we talk about it? It's getting late. Yeah. Okay. Don't. Don't. میخواد Do not. بپره؟ It's too high. Oh my god. You know, I don't think I can live like this anymore, Abby. Owen, I'm serious. I will break up with you. Owen. I always loved you. Don't! Owen! اوه واقعا هم ارتفاع زیاده آجی. اول فرض Abby! I'm down here, you asshole. You jumped? And I missed it? I thought you drowned. And you came to my rescue? No. ابی اوون رو You're دوست gonna make داره؟ sure you drown. I found something pretty awesome. What? I think you're gonna have to follow me to see it. Owen, we have to go back. We will. Once you see this. Owen, What are they gonna do? Kick out a bunch of displaced fireflies who have nowhere else to go? maybe? I don't want to find out. Just come see this thing. Take a deep breath. کجا داری میبری ما رو؟ What is this place? I don't know. You gonna keep going? Fuck yeah. اصلا فضا رومانتیک شده ولی خب اوکی امیدوارم صحنه عجیبی نبینیم واقعا میگم خب اوه 49 دقیقه است داریم ضبط میکنیم چقدر زود گذشت I think it's like one of those zoos, but for fish. Shut up. Check his water pup out. I saw the seal the other day. It was covered in spots. They don't have spots. They're brown. Those are sea lions. No. No, you don't know. I know what I saw with my خب eyes. یک کوچه رو دیگه جلوتر بره پارتو میبندیم خب بریم یا نه میای ابوالفضل Hey, give me a hand with this. عجیبه زور ابی نرسید واقعا عجیبه من انتظار داشتم با یه دست کرکرا بکشه بالا ولی خب خب آجی What باس is this place? این پارت فعلا دیگه کافیه امیدوارم که لذت برده باشید و اینکه تا پارت بعدی فعلا خداحافظ